وقتی برادر مسلمان خود در همسایه خود را ملاقات کردی به او سلام بدی. با پینک باز الله همین پینک و همین لبه ها و همین دهن برای ما داده تا در راه درست استفاده بکن. جبین باز، لبهات با تبسم، زبان بکام السلام علیکم. اینها را در برابر همسایگانمان استفاده بکنیم. کوشش بکن اولین کسی باشی که برای همسایت سلام میدی. مبادا غرور تو را فرا بگیرد فلانی چرا سلام نده، چرا من سلام بدم. پناه بر خدا از این که در عبادت هم چشمی صورت بگیرد. میدانید السلام علیکم به برادر مسلمان فرمان الله را اجابت کردن یعنی عبادت کردن، یعنی ثواب ذخیره کردن، یعنی نجات از جهنم. در همین چشمی است. فلانی ببینم سلام میده یا نمیده. اگر سلام داد خوب، اگر نداد من سلام بدیم. ما بعد در کار خیر مسابقه بزنیم، در کار شر نعوذ بالله مسابقه میزنیم. با تبسم الله تبارک و تعالی پول مصرف میشه از ما. یک تبسم به طرف برادر مسلمان والله العظیم نیاز به پول نیست. از تو درخواست پول نکرده، چرا پینک خود را ترش میکنی؟ چرا جبین فشار میدی؟ یک تبسم به طرف برادر مسلمان، بعد بگو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چقدر لذت بخشه. این مهر تو، محبت تو، صمیمیت تو و پاکی قلب تو نسبت به برادر مسلمان تو نشان میده. بعضی ها هستن وقتی از پیش ما گذر میکنن دوست ندارن کسی به اونها سلام بده. چرا؟ اگر سلام بده مجبور میشه به جواب دادن. باز بعضی هم که جواب بدن زیر لب خود این یعنی اظهار تنفر از او کسی که به او سلام داده. با خبر قلبتون مریضه، قلب خود را معالجه بکن. قلب که مریض معنوی است از کنار تو گذر کرد، اگر او سلام نداد تو سلام بدی، از تو چی کم میشه؟ باز که سلام داد با جبین باز بگو و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. چه میشود؟ اما پینک تروش، جوابم زیر لبی آیسته و آرام که طرف مقابل نشنوه، تو ثواب از دست دادی، ترک عبادت کردی، حقی از حقوق خدا، حقی از حقوق همسایت را زیر پا کردی، فرمان رب العالمین را زیر پا کردی. به کجا رسیدی؟ اما وقتی اگر در برابر او برادر مسلمان جواب میدادی، چی معنویات و ثوابهای نصیبتو میشد؟ انگار میخواه با عدم جواب دادن تیر بزنه به قلب برادر مسلمان خود. با خبر باشی وقت سلام دادی من تو را تحویل نمیگیرم. خب خدا هم تو را تحویل نمیگیره. خدا هم تو را تحویل نمیگیره، ثواب برای تو نمیده، از ثواب محروم میشی. یک و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته 40 حسنه، تو از 40 حسنه خود را محروم کردی. خب پس از این ثواب خدا تو را تحویل نگیرید. تو فکر میکنی من برادر مسلمان خود را تحویل نگرفتم، به این فکر نی رب تو را تحویل نگرفته. از ثواب محروم شدی، از حقی که واجب بود به گردن تو نسبت به برادر مسلمان محروم شدی. فرمان الله را ترک کردی که میفرمایه و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها. وقتی کسی به شما سلام میده، آنچه که سلام داد یا بهتر از او را برای برادر مسلمان خود بگویید. این را ترک کردی. از این تبسم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند تبسم تو در چهره برادر مسلمان تو صدقه هست. این صدقه را ترک کردی، به لحاظ خدا تو خودت از همه چیز محروم شدی. نکنیم در عبادت چشم هم چشمی نکنیم. این کار دنیایی نیست، این عبادت و برنامه‌های اسلامه. سلام بدیم به هم دیگر، رمز محبت و مودت، ارسال پیام دوستی و محبت از ما به برادر مسلمان سلامه، ولو که بشناسی یا نشناسی. بعضیا گذر میکنه فلانی رو که ما نمیشناسیم. خب مسلمان که هست، در جامعه اسلامی که هست، و گاها سالها هم میگذره بعضی ها از هم دیگر آزرده هن، سلام نمیدن. والله خود فلانی که من آزرده شدم، من سلام بدم؟
چرا این همه دوری از اسلام و برنامه های اسلام؟ چرا عزیزان من؟ آخی همچنان که نماز بر ما الله تبارک و تعالی فرض کرده، این حقوق را هم بر ما الله تبارک و تعالی واجب کرده. سلام بدیم به برادر مسلمانمان.